طالبا از دستی که فرمانهای فکای چاپ صادر کردن آدم فکر میکنه که دیگه چیز نخواد مانده باشه، اما تا جایی که معلوم میشه فکای های ازنا خلاص شدنی نیست. چند روز پیش فرمان تنظیم مشاعره را صادر کردن. میگن شعر عاشقانه آرام برای دختر شعر گفتن نمیتونی و پدر کس نمیتونه که ملا هیبت اللهشان نقد بکنه. گرفتیم که کدام شاعر مسکین بیچاره شعر خودم میخواد که با دلبر جانم شروع کنه و اگر ثابت شد که منظور شاعر از دلبر کدام بچه نبوده و دختر بوده، کارش خراب است. طالب میگه که شعر باید برای وحدت امت اسلامی باشه، برای تزکیه نفس و برای تحکیم عقیده باشه. و به جز از تعریف و توصیف موجودات اگر کسی دیگه چیز نوشته که 20 چوب فدای محتاطش میکنه. طالب خودش زیر لیاف هم میخوانه، هم میرقصه و هم بیخار تجاوز جنسی میکنه و حتی تجاوز به کودکان در مشرب طالبانی رواست. ما شما شاهد هستیم که بار بار عکس‌ها و ویدیوهایشان برآمده. باز در سر لیاف او هم از روی تظاهر شعر عاشقانه را رام میخوانه. حالا نشه که کدام فرمان نو صادر کنن که هموطنا پیش از نفس کشیدن از ملای دان کوچه باید اجازه بگیرن و مگه ملا صاحب مصروف کدام امر زیر کمپلی نباشه. دیگه گپ برای گفتن نمانده دوستا، فقط آدم باید یک دقیقه برای عشق سکوت بکنه و یک عمر خنده برای ارزش‌ها و فرمان‌های احمقانه طالبان.